لکه بینی یکی از مواردیه که خانم‌ها حداقل یک بار توی زندگیشون اونو تجربه کردن. سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم همیشه سالم باشین. اگه که دوست دارین بدونین لکه بینی به چه علت ایجاد میشه با من همراه باشین. لکه بینی ممکنه که از عوارض شایع استفاده از روش‌های جلوگیری از بارداری که هورمونی هستند باشه، به خصوص توی ماه‌های اول استفاده. اگر از قرص‌های ضد بارداری استفاده می‌کنید و لکه بینیتون بعد از چند ماه متوقف نشد، بهتره که روش جلوگیریتون رو تغییر بدید. البته در صورتی که یک نوبت از قرص رو فراموش بکنید، ممکنه لکه بینی داشته باشید. مورد دوم سرطان رحم هست. در صورت ابتلا به سرطان رحم یا اختلال رشد سلول‌ها توی واژن و تخمدان‌ها ممکنه که دچار لکه بینی بشید که البته این مورد خیلی هم شایع نیست. مورد بعدی زمان بارداریه. تأخیر توی پریود و لکه بینی یکی از علائم اولیه بارداری هست و معمولاً توی هفته 5 تا 8 بارداری اتفاق میفته. لکه بینی توی بارداری معمولاً جایی برای نگرانی نداره و احتمال سقط در این افراد هم با کسانی که لکه بینی ندارن یکسانه، اما در صورت مشاهده برای اطمینان به پزشک مراجعه بکنید. لکه بینی در اوایل بارداری به خاطر لانه‌گزینیه، ولی یک سری مطالعات هم نشون دادن که شاید به خاطر تغییرات هورمونی توی بدن هم باشه. لکه بینی ممکنه به خاطر بارداری خارج از رحمی هم رخ بده. بارداری خارج از رحمی یعنی اینکه جنین در جایی غیر از دیواره رحم لانه‌گزینی بکنه که معمولاً هم توی لوله فالوپ هست. بارداری خارج از رحمی علائم دیگه‌ای هم داره، مثل درد شدید شکم، درد شانه و سرگیجه. اگر هر کدوم از این علائم رو داشتید، حتما سریع به پزشک مراجعه بکنید. لکه بینی ممکنه که به خاطر عفونت و همینطور تغییرات هورمونی هم دیده بشه. مشکلات جسمی هم میتونن باعث لکه بینی بشن. مشکلاتی مثل فیبروم رحمی که رشد غیر معمول بافتی از رحم هست و همینطور اندومتریوز. همونطور که اشاره کردیم، هورمون‌های استروژن و پروژسترون هورمون‌های منظم کنندگی قاعدگی هستند و تغییر توی میزان این هورمون‌ها میتونه باعث لکه بینی بشه. پس اگر با این مورد مواجه شدید که لکه بینی دارم اما پریود نمیشم، حتما به پزشک مراجعه بکنید. لکه بینی توی زمان تخمک گذاری هم ممکنه که ایجاد بشه. دلیلش هم هنوز مشخص نیست، ولی ممکنه که به خاطر بالا بودن میزان هورمون‌ها باشه. لکه بینی قبل از شروع پریود هم به خاطر میزان پروژسترون کم هست. از دلایل دیگرش ممکنه ورود یک شی توی واژن یا استرس خیلی زیاد، دیابت، مشکلات تیروئید و یا از دست دادن یا اضافه کردن ناگهانی وزن باشه. لکه بینی توی 5 مورد خطرناکه و باید به پزشک مراجعه بکنید. 1. لکه بینی که توی ماهای اول بارداری باشه که خطرناکه و میتونه نشون دهنده سقط جنین باشه. 2. لکه بینی بعد از تغییر روش جلوگیری از بارداری. 3. لکه بینی هنگامی که از روش آیودی دارید استفاده میکنید. 4. لکه بینی در صورتی که عفونت‌های دهانی رحم و یا واژن دارید. و 5. لکه بینی در صورتی که سندرم تخمدان پلیکیستیک یا فیبروم دارید. به صورت کلی اگر که لکه بینیتون بیشتر از 1 هفته ادامه داشت و همراه با درد بود، حتما به پزشک مراجعه بکنید. ممنون که تا اینجا همراه من بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم همیشه و همیشه سالم و سلامت بمونید.